یکی آخری باری جنین دیگه اگه آج کنی نه چیزی نمانده نی همشه وجه شتان کول گپه پتکره جاستی گبتو وجه امیر ارسلانو پتو ماتان چه جاستی گبتو با تمام وجه چه شعرها موتی دیگه بالاخره امیر ارسلان و پرنگ گرد و آوریا بشی گرد آوریا داخل بیتو داخل بیت وجه همیشه که قدمی کاسد امیر ارسلان هم با خدمت ربط کاردان کجا رسل تو اینو دار نه تو رسی کاسد وشی چه نزد امیر گیتی و ایک موانتگا امیر ارسلان با خدمت ربط کاردان و وزیر و امیران هر آرچه با استقبال لازم بیتگاه حاضر کد امیر ارسلان منصر امیر ارسلان چه چهاتر پر شمس و وزیر تدارک لازمی دیدتگاه و بعد چایی 10 روز با خدمت امیر ارسلان رفت و ورچی قربان تمام چیز حاضر امیر ارسلان خدمت ملکه رفت و یه دیگه مانک مایده لزوم نیست اول صحب است اجازه بده که برویم تمام حمل و سایر حاضران چه پتا مرخصی برویم ملکه گوشت چشمانی رو پتا بعد رفت ما حاضران هر وقت بفرمایید مقام بعد به خدمت مات رب بانو ملکه در بر گرفت و امیر ارسلان هم به بارگاه رفت در برابر پادشاه تعظیمی کد عرضی کد قربان ببین دیگه بنده مرخص بده در آستانتی مبارکم برون پادشاه پاده به حرم رب ملکه هم و قدمان کپتا آچه پادشاه پیشانی چوکت و خواجه یاکود خواجه سرای محمل حاضر کتکتا ملکه گریان بید پتماتی وتی ودا کو هم گریان میتن امیر ارسلان دلداری داتن پادشاه گوشت دلی از سنگ بیاید به سر راه ودا تا تحمل کند آن روز که محمل برود بچه ودا و گریوگا بازه ملکه کنیزان چادر کتب با خواجه یاکوت خواجه سران در نرفتن سوار بیتن شمس وزیر ساعتین تعیین کت امیر ارسلان پادشاه و امیران تمام سوار بیتن شهر در نرفتن و رفتن 4 پرسخ دور چه شهر اردو جتگا وارد اردو بیتن ملکان در سراپرده زرنگاری جای داد و پادشاه شب در اردو امیر ارسلان نامدار مند روچ دیگه امیر ارسلان و ملکه خداپسی کتو شمس وزیر و امیران و امیر ارسلان ودای کتن امیر ارسلان 10 تخت زر جواهری که چه مملکت پریزاد آورده بیتگتی و پادشاه پیشکش کد شمس وزیر و امیران تمام خلط داد جواهری دادن پادشاه هم سوار بیت و به شهر رفت امیر ارسلان هم حکم رهیب داد و همه پیما جا پا جا کوچ کدن رفتن دریا کره رستن امیر بهرام دولتی که حاضر کتگ اموال اساسه به کشتی منتقل دادن ملکه و کنیزان در آودا جای داتا امیر ارسلان هم به کشتی نشت ناخدای وجه ننگر کشه شعای کشه باد رفتار اوشی باد بر رفتار مراد به کشگا لگه گفتی کشتی چو تیر شهاب به روی آب دریا روان بید مدت 10 شب و 10 روز به آب دریا راه رفتن روز 11 ساحل روم نمایان بی ظاهر بید امیر ارسلان از سجده شکر خدا به جا آورد خواجه نومان وزیران و امیران تمام که سپاه سیاهی کشتی دیدن تمام در کایکان نشتن به استقبال دیما کشتی رفتن
تمام به خدمت امیر ارسلان مشرف بیدم. امیر ارسلان تمام نوازش کتند و تمام گونه مهربانی کتید تا به نزدیک بندرگاه رستن. خواجه سعید آقا باشی و دیگه خواجه سرایان به شرف پابوس امیر ارسلان مشرف بیدم. محملان که حاضر کتند ملکه هم گو کنیزان و محملان زرنگاری نندین تنت و تجمل جلال پراوان بازم وارد شهر بیدم. خواجه سعید به بانوی خبر داد که بانو به حمام رفت. سیاین بودی کشتن و تا امارت و حرم تمام سنبین تا ملکه گو خواجه سراین با کمال تشریفات وارد حرم بید. همه که چند بانو کنیزانی ملکه کب تماما چون مثل برگ درچک در برابر با خاکه کپتان. خواجه سعید بانو به ملکه معرفی کد. ملکه دست بانو چوکت بانو آئی هم در بغلا گفت. دیمی چوکت با امارتا برتی و آئی واسطه بزمی آرایست. چند بانو کنیزانی با حسن و جمال ملک آپاک حیران بیتن و بعد سلیقه امیر ارسلان هم آفرین و شاباش گوشت که چا سو امیر ارسلان چه کشتیا در نهاد تمام ارتش و سپاه چه دریای کرا تا دروازه شهر چه دو طرف صف کشت و امیر ارسلان گو تمام مهربانی کت و نرمی پیشد و سران سپاه مورد نوازشی قرار دادند. اهالی شهر دسته دسته چه پیر و ورنا جاهل و دانا و نادان جن و مرد گنی و فقیر چوک و مزن تمام به استقبال اتکن. جنینا دست گلان و گل و شیشگان عطرین نثار کتن و صدای شادی آواز به فلک با آسمان رسید. در سر راه به چند قدمی فاصله هر 10 قدم یک دسته مطرب بازیگر منجنگه ساز و آواز وان. صدای نکاروشی به کوز کرنا به هر نیمگه به گوشه رسید و پیر و ورنایوشی کر کتگه پراش هر جگه پرش وجه چیر گفته جارجی و سوار نظام و شاطر. صدای برو برو به پلکا رسید و دورباش به سپر منای رسید آواز. امیر ارسلان گرک دریای در و گوهر تاج به سر و زهم خنجر زمرد نگار به کمر چپ به خانه زین مرکب باد پیمان نشته و خواجه نومان و کاردان وزیر و امیران خبر مکنگه جنین و مردین با آواز بلند دعا به جان امیر ارسلان کد. تمام گو تمتراک گو خوشیو گو ساز و سرنایان وارد بارگاه بید. به تخت سلطنتا نشت شکر خدای بجارد. تاج پتی چوکت و بسرا یرکت وزیران امیران دوباره امیر ارسلان پابوس کو پاد چوکتن سلام عام منعقد کد. خطیب آموشی خطبه واند. امیر ارسلان تمام امیران وزیران عمله خلوت و غلامان و خواجه سرایان و سپاه هر کس لوٹائند هر یکیت انعام و خلعتی داد نوازشی کد. حراج 7 ساله ولایت به تمام رعیت بخشتی. در وقت عصر من بارگاه چه پادر به حرم رفت. خواجه سرایانم با بانو به ملکه خبر داد. بانو ملکه با آستانه در سر را به استقبال رفتند. همه که امیر ارسلان داخل بید
چند بانوی بچه چندین سال انتظار به جمال ودی چوک فرزند نامدار کبت بی اختیار دیما تد امیر ارسلان گرفت بغلی که هر دوی بیهوش بیتن ملکه هر دوی با هوش آوردن امیر ارسلان نوازش کت به آنی انعام داد 200 کنیز به ملکه و 200 نفر کنیز دیگه به اوتی ماتا بخشیدی شب ده صوبا به عیش و خوشی تو که گوازنده صبح امیر ارسلان به بارگاه رب به عدل و داد مشغول بید مدت 40 روز شهر تمام سنبهند و ساز سرنای جد عیش کد همه پیما شب روز جز عیش و عشرت و شادی کار دیگه اوشی نیسته تا خدا چه ملکه به امیر ارسلان اولادی یا مردین چوکی و جنین چوکی مرامت کد سالها دراز در ای دار پانی ودا کد و عیش و عشرت کامرانی دادت سال یک بار یا 2 بار به دیدار پتشار رفتن و آیی هم به گندگ آهنگاه تا به مرور زمان هر یک که جهان پانی ودا کتو دنیا جاودانی و تیگر رفتند شتابته و به سرای جاودانی شتابته و این داستان شیرین هم چه آها به یادگار باقی ماند وجب پایان داستان آخر داستان قصه امیر ارسلان واجان تمام بید خدا شما را شاد و خوشحال و سرحال بکن قصه امیر ارسلان تمام بید واجان سلامت باتی الله شما را سلامت کن الله میره الله حافظ واجه 12 دکته ندان و 13 این باره چین چکا شو او 12 واجان سلامت باتی और 95 किस्मत भी वजह और बड़ा कम बेचने शुद्ध का साधु खोड़ दिए बल्कि शुद्ध अच्छे अंची सीसा देख कर सीचौड़ देख कर अंची सियाप देख के दिए अंची यहाँ काम भी तेगा सलामत बात है अल्लाह में अरे अल्लाह और 12 दिक्कत नेम वजह नेम 12 चल सोनी है हमारा शॉप मेरे सीन ज़्यादा दिक्कत है वो आखिरी बतमना किताब अच्छी है किस्मत है मवात हलास भी سلامت باتی ساعت 3 و اندو دکت کم سلامت باتی واجه الله میره الله شب 5 وش و درو باتی سلامت باتی